Три года? Говори громко. Да. Ты волнуешься? Сейчас не волнуешься? Тебя там не толкал никто? Нет? Красавчик. А у тебя есть телефон? Набрали. Да, дай посмотрю, какой у тебя телефон. Блин, у тебя айфон. Какой это айфон? 12 был. Привет из Таджикистана! Поднимите руки, душевые! На самому душевой! ملت چه میکنه؟ دشمنی با کی داره؟ دین یاد داره؟ توحید یاد داره؟ عقیده را یاد داره؟ این ملت چه قسم شوه؟ در کدام سرحد برسه؟ ملت فقط دشمنی در جمعه گذشته براتون گفتم که در مقابل یک جنایت و یک بیغیرتی کسی تظاهراتم اعتراضم نمیکنه و رق اعتراضم روان نمیکنه، لیکن در مقابل سنت مؤامره است، مشوره است، مجالس است. امروز در کدام طرف روان هستیم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چرا ما را میگه؟ برای چی میگه؟ این حالات آمده، شدت به اونت شده، روزگار سخت شده، بسیار سخت شده، در بدر شدیم. روزگارات تنها اینجا سخت نشده، رفت ملت ما، زن و خواهر ما میره اونجا ده دست یهودی نجس، در دست نصارای نجس، در دست غربیای نجس بی عزت و بی پد شدن. کدام حالت نیسته که سری این ملت نشده؟ امی تو مرد که اونجا رفته ای، تو را بالله قسم چقدر حیثیت از بین رفته. بس رفت کنه در اسرافا، تو یارا بگی اسراف کرده برو، پاش بودو در زنی رقصنده در مجالس. شما خو میبینه این دوسایی نعوذ بالله خبیثایی که دوره مسلمانای واقعی، این ریشا با زن نشسته، زن رقص میکنه یا سرش پیسه پاش میده. دین کجا رفته؟ کدام طرف است؟ یک جوانی که یک روز به ترجمه قرآن ننشسته، یک روز حدیث رسول الله را نشنیده، این سخنها را باور میکنه یا نمیکنه؟ نتیجه دموکراسی لعنتی همی هست. اگر کسی به پیغمبر دشنام میده، اگر به کتاب دشنام میده، اگر به دین دشنام میده، خلاص. اگر در سری را دختر بوسه میشه، اگر در سری را قتل دختر اموری غیر اخلاقی انجام داده میشه، هیچ چیز گفته نمیتونی. دموکراسی است، پذیرفته ای، رای داده ای. کدام دین؟ ملت کی بفهمانه، لا اقل بفهمه که من مسلمان است و مسلمان چه حیثیت داره، به کدام قانون تابع است. لا اقل. و جناب یک کمی فکر بکن، و جناب یک کمی فکر بکن.